گاهی اوقات تاریکی از دل خیال بیرون نمیاد، بلکه منشأی واقعی داره. یک شهر کوچیک و جنونی که هیچ کس جرأت تصورش رو نداشت. این سریال اومده که داستان زندگی اد گین رو براتون روایت کنه. مردی ساکت و تنها از شهر کوچیکی در ویسکانسین که سالها بعد الهام بخش ترسناکترین شخصیت‌های تاریخ سینما شد. از لدرفیس در تگزاس چینسا مساکر گرفته تا نورمن بیتس در سایکو و بوفالو بیل در The Silence of the Lambs. اما حالا نتفلیکس در قالب سریال مانستر The Ed Gein Story ما رو به قلب این کابوس واقعی میبره، جایی که ذهن یک قاتل مثل یک موزه تاریک از وسوسه، انزوا و جنون تکه تکه بازسازی میشه. این سریال با نگاه روانشناسانه رایان مورفی ساخته شده و به جای بازآفرینی صرف جنایت به درون ذهن اد گین نفوذ میکنه، به دوران کودکیش، مادری سختگیر و وسواسی و شهری که چشم بر نشانه‌های جنون اون بست. اد شبها از قبرستان روستا اجساد زنان رو بیرون میکشید، پوستشون رو میبرید و از اون لباسهایی میساخت تا خودش رو شبیه مادرش کنه. خونه اون پر بود از اعضای بدن، ماسک‌های انسانی و وسایلی ساخته شده از استخوان و گوشت، چیزی که پلیس هنگام ورود دید حتی کابوس هم نمیتونست بازتابش کنه. اما این سریال فقط درباره قتل نیست، درباره پوچی انسانه، جایی که عشق بیمارگونه به مرز جنون میرسه. در پایان وقتی که پرونده بسته میشه، هنوز یک سوال باقی میمونه: آیا اد گین واقعا یک هیولا بود یا فقط محصول جامعه‌ای بود که سالها از اون یک هیولا ساخت؟ حقیقتی که از هر فیلم ترسناکی هم وحشتناکتره.